از افغانای افغانستان یک سوال داریم، نه تکنیکی است نه سیخکی است و نه میخکی است. سوال ساده است، einfach. افغان سوال یک، در 2 سال طالب تاجیک و بخصوص پنشیری را قتل عام کرد. کدام افغان بیشرف آمد که در لایف بیای صدا بلند بکنه بگه افغان طالب چرا این کارا میکنی، پنشیره ورور ده؟ گفت افغان؟ نگفت. نه تنها که نگفت، لایف گرفت، قرصک کرد، اتن کرد، گفت پنشیری را بزن، پنشیری کلابی است، پنشیری مهاجر است و تاجکا را توهین کرد. امروز افغان آمده از ما تاجک توقع داره که بیا علیه ایران استاد شویم. ما سگ ایرانی را، سگ عسکر ایران نسبت به تو بی‌ناموس وطندار ترجیح میتیم و ارجحیت میتیم. تو بی‌ناموس وطن فروش، خاک فروش پاکستانی، سر خوارت، سر مادرت، سر ناموست، سر قومت سوار است. یک روز صدا بلند نکردی، اما به خاطر یک قسمت آب افغانستان آمدی هر روز گلو پاره میکنی. مرگ بر ایران. مرگ بر ایران نگو، مرگ به دکتر نجیب بگو که و فروخت به ایران، معاهده را امضا کرده. مرگ به نجیب گو بگو که معاهده را امضا کرده. مرگ به عبدالرحمن خان خائن بگو که خاک فروخته. هم خاک میفروشین، هم او میفروشین. مردم بیناموس باز دلایفا میاین که تاجکا بیاین در پالیم استاد شوین. هیچ تاجک هوشیاری از موقف افغان در قسمت ایران دفاع نمیکنه. ما از موقف ایران دفاع میکنیم. زنده باد ایران. حذف زبان فارسی در سرزمین فارسی زبانان. گروه تروریستی طالبان زبان فارسی را از یک اداره دولتی حذف و به جای آن زبان چینایی و پشتو را وارد کردند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان این عملکرد گروه تروریستی طالبان افغان تبار را فرهنگ ستیزی و فارسی ستیزی نامیدند.